سلام، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون ماجراجویی های روح یوگی. از اینکه در یک ویدیو دیگه با ما همراه هستید بسیار شاد و خرسند هستم. در اینجا قراره در مورد واقعیت های زندگی، توجه به این واقعیت ها و چگونگی حل مسائل و روبرو شدن با واقعیت های زندگی صحبت کنیم. هر کدوم از ما در این دنیا داری مسائل و مشکلات و سختی هایی هستیم که این مشکلات و سختی ها از دید خود ما بسیار بزرگ و حائز اهمیت است. باید به این نکته توجه کنید این مسائل و مشکلات در درون ما وجود داره و شاید از نظر دیگران این مشکلات بسیار کوچک و بی‌ارزش باشن. شاید شما فکر کنید که مسائل و مشکلات و سختی هایی که برای شما پیش اومده منصفانه نیست و آدم های بد جای آدم‌های خوب رو گرفتن. شاید فکر کنید چون من آدم معروفی نیستم، مورد خطاب رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار نمیگیرم، پس مسائل مشکلات من برای هیچ کس در این جهان اهمیتی نداره. خب این میتونه درست باشه، اما مسائل مشکلات شما همچنان برای شما مهم هستن و این بسیار ارزشمنده. شما باید به این نکته توجه کنید که اگر خودتون مسائل مشکلاتتون رو حل نکنید و با واقعیت‌های زندگیتون روبرو نشید، هیچ کس تو این جهان نیست که بخواد این کار رو برای شما انجام بده. اولین جنگی که هر فرد در زندگیش اتفاق میفته جنگ با درون خودشه، چون که هر چیزی که در این جهان وجود داره، چه بد چه خوب، از درون شما شکل گرفته. همه افراد سعی میکنن برای بقا و زندگی خودشون تلاش کنن. این سوال برای شما پیش میاد، پس من برای هیچ کس تو این جهان اهمیتی ندارم؟ نه، اینطور نیست. ما برای خیلی از افراد در زندگیمون دارای اهمیت خاصی هستیم، اما باید به این نکته توجه کنیم که مسائل من به خودم مربوطه و همه افراد سعی بر این دارن که اول مشکلات و مسائل خودشون رو برطرف کنن تا به مشکلات دیگران بپردازن. چه بخوایم و چه نخوایم و چه باور داشته باشیم و چه باور نداشته باشیم، هیچ کس قرار نیست تو این دنیا به ما کمک کنه تا ما از مسائل و مشکلات و سختی هامون رها بشیم. تنها کسی که قراره در زندگی به ما کمک کنه خود ما هستیم. اینکه شما مسائل و مشکلات زندگیتون رو بشناسید و با اون روبرو بشین یکی از بزرگترین چالش هایی که در زندگی با اون روبرو میشی. هر مسئله و مشکلی که در زندگی شما وجود داره قطعا از دید شما بسیار بزرگ و سخت هست. بهتره با یه مثال اینو برای شما بیان کنم که فرض کنید دست شما شکسته و شما وارد یک بیمارستان میشید. در اون بیمارستان فردی مراجعه کرده برای درمان که یک دستش قطع شده. ما قرار نیست در اینجا مقایسه انجام بدیم و بگیم چون دست من شکسته و اون دستش قطع شده پس مشکل من خیلی کمتر هست. نه، اینطور نیست. هر کدوم از ما مشکلات و سختی های خودمون رو داریم و اون مشکل و سختی از دید خودمون بسیار حائز اهمیته. ما باید این واقعیت رو بپذیریم. اگر چیزی در این جهان غیر منصفانه هست، خب غیر منصفانه است. ما با اون کاری نداشته باشیم و بپذیریم که تا ما تغییر نکنیم، تا درون من تغییر نکنه، هیچ چیزی در این دنیا قابل تغییر نخواهد بود. اولین چیزی که خیلی مهمه در زندگی هر فرد اینه که آموزش ببینه و اون آموزش ها رو تو زندگیش به کار ببره. یکی از مشکلاتی که هر فردی داره مقاومت هست. مقاومت در برابر آموزش دیدن، مقاومت در برابر تغییر کردن. تا شما با این واقعیت روبرو نشید که نیاز هست برای هر چیزی آموزش ببینید و برای هر مسئله در زندگیتون راه حلی داشته باشید، نمیتونید به پیروزی دست پیدا کنید و نمیتونید تغییر پیدا کنید. بیاین یه سوال از خودتون بپرسید که آیا من برای این زندگی هدفی دارم؟ آیا نقشه‌ای دارم؟ آیا من در این زندگیم راه حلی رو در پیش گرفتم؟ یا اینکه با هر چه پیش آید خوشایند زندگیمون دارم میگذرونم؟ یکی از مسائل مهمی که هر کدوم از ما با اون روبرو هستیم این هست که هیچ استراتژی برای زندگیمون نداریم. افرادی موفق هستن که برای هر کدوم از مسائل زندگیشون یه راه حل مناسب دارن و همیشه نقشه‌ای توی ذهنشون هست و طبق اون نقشه و الگو پیش میرن و در واقع در زندگی همیشه پیروز میشن. باید اینو باور داشته باشید که این جهان در واقع یک زمین بازی است. کسانی برنده میشن که همیشه نقشه ها و راه حل های مناسبی دارن و طبق نقشه هاشون پیش میرن و با جمله هرچه پیش آید خوش آید هیچ کاری ندارن.
همینطور که میدونیم حتی برگی که از درخت میفته بر اساس یک الگو و نظم خاصی هست. پس باید این رو قبول کنید که برای برنده شدن در این بازی باید قاعده بازی رو بدونید. وقتی که شما قاعده بازی رو بدونید قطعاً پیروز میشید و به جای دلهره داشتن، استرس داشتن در زمین بازی، از این بازی لذت میبرید و همیشه برای اتفاقات بعدی آماده هستید. شما باید با این واقعیت روبرو بشید و از خودتون سوال بپرسید که آیا زندگی من بر اساس الگوی رفتاری والدینم، جامعه و شرایطی که در اون قرار گرفتم هست؟ آیا زندگی من بر اساس عادت میگذره؟ کارهایی که من امروز انجام میدم بر اساس عادتهایی که در روز قبل و روزهای قبل‌تر داشتمه؟ این خیلی مهمه که زندگی شما بر اساس عادتهاتون چیده نشده باشه. در زندگی تکرار نداشته باشید. وقتی که من دست از تکرار بردارم قطعا تغییر پیدا خواهم کرد. وقتی که ما با چالش هایی که در زندگیمون به وجود میان روبرو نمیشیم، خود واقعیمون رو نمیشناسیم، مرتب از خودمون سوال نمیپرسیم که ما کی هستیم، چی میخوایم و چه اهدافی داریم، نمیتونیم با مشکلات و سختی هایی که سد راهمون میشن، در واقع سد راه موفقیتمون میشن، روبرو بشیم و از پس اونا بر نمیاد. اگر شما با چالش هایی که در این زندگی به وجود میاد روبرو نشید، از خودتون سوال نپرسید، با واقعیت های زندگیتون روبرو نشید، با خود واقعیتون روبرو نشید، نمیتونین مواردی رو که سد راه زندگیمون هستن رو بشناسیم و با اون روبرو بشیم و از پس این تغییر بر نمیاد. مهمترین مسئله که در زندگی هر کدوم از ما وجود داره انکار کردنه. ما مرتباً در پی انکار کردن مسائل و مشکلات و سختی‌هایی هستیم که در زندگیمون وجود دارن. دومین مشکلی که هر کدوم از ما داریم فرضیه سازی هست. در مورد هر مسئله‌ای که توی زندگی ما به وجود میاد فرضیه سازی می‌کنیم و مرتب به اون دامن می‌زنیم و اونو بزرگ و بزرگتر می‌کنیم. یکی از بزرگترین مسائل و مشکلاتی که هر کدوم از ما توی این جامعه داریم این هست که مشکلاتمون رو نمیشناسیم و اگر بشناسیم اون رو با دیگران به اشتراک نمیذاریم و نمیتونیم به دیگران بیان کنیم که ما الان دارای مشکلی هستیم. الان شما مسائل و مشکلاتی که در زندگیتون وجود داره رو شناختید، واقعیت‌های خودتون رو میشناسید. بهتر که یک دفترچه برای خودتون تهیه کنید و این سوال‌ها رو در اون بنویسید و به خودتون فرصت بدید تا خودتون رو بهتر بشناسید. از خودتون بپرسید چه زمانهایی انکار کردید، فرضیه سازی کردید و از دیگران کمک نخواستید و به شما آسیب زد؟ چه زمانهایی بود که دست روی دست گذاشتید و هیچ کاری برای خودتون انجام ندادید و الان پشیمونید و احساس میکنید باید راهی رو میرفتید که نرفتید؟ توی این دفترچه چند تا سوال خیلی خیلی مهم از خودتون بپرسید و به خودتون زمان بدید. اولین سوال و مهمترین سوال این هست که چه مسئله‌ای در زندگی شما وجود داره که شما از اون آگاه هستید و اون رو میشناسید اما هیچ وقت اون توجه نمی‌کنید. اون رو یادداشت کنید. دومین سوال این هست که چه چیزی هست که برای شما بسیار دردناک و سخته اما از اون فرار می‌کنید؟ شما باید به صورت حقیقی و واقعی به این سوال‌ها جواب بدید و این دفترچه رو در گوشه قرار بدید تا چند وقت دیگه دوباره با اون روبرو بشید و ببینید چه تغییراتی در زندگی شما حاصل شده. شما باید به طور حقیقی و واقعی به این سوال‌ها جواب بدید. این دفترچه رو به صورت محرمانه در گوشه نگه دارید. در ویدیوهای بعدی این مسئله رو به صورت بیشتر باز می‌کنیم و شما میتونید با واقعیت‌هایی که در زندگیتون وجود داره روبرو بشید. شما در عرض چند ماه میتونید تغییرات بسیار بزرگی رو در زندگیتون مشاهده بکنید. از اینکه با کانال من ماجراجویی‌های روح یوگی همراه هستید و با سابسکرایب کردن و لایک و کامنت از من حمایت میکنید، از شما ممنون و سپاسگزارم. در نور و آرامش باشید.